جبران خلیل جبران درباره محبت میگوید هرگاه محبت و یا عشق شما را فراخواند آن را پیروی کنید، هرچند راههایش دشوار و ناهموارند. اگر وی شما را زیر بالهای خویش جا دهد به وی سر فرود آرید، هرچند شمشیری زیر بالهایش شما را جراحتناک سازد. محبت چون از شما سخن گوید با وی بگروید، هرچند نوایش آرزوهایتان را مثل باد شمال که باغ و بوستان را به دشت بی حاصل تبدیل دهد در هم شکنید. زیرا محبت شما را هم تاج می نهد، هم به بندگی مبتلا می سازد. شما را هم پرورش می سازد و همه گونه چیز فاسد را از شما ریشه‌کن می کند. هنگامی که محبت به بالاترین درخت زندگی شما پرواز می کند، نازکترین شاخه های درخت زندگیتان را که نزد شعاعهای آفتاب لرزانند به آغوش می گیرد. به همین منوال به زمین فرود می آید و ریشه های شما را که به خاک پناه برده اند در آرامی شب به لرزه می درآورد. محبت در قلب خویش چون درزه های گندم شما را به آغوش گرفته در خرمن خود می کوبد تا برهنه گردید. بهر آزادی از زندان پوست غربال برای سپیدی آرد و برای نرمی خمیرتان می کند. سپس شما را در آتش مقدس می نهد تا که نان مقدس برای خوان مقدس خود بشود. محبت این همه را به آن خاطر می کند که رازهای دل خویش را دریابید و با چنین دریافت پاره از دل زندگی شود. ولی هرگاه از ترس تنها جویای آرامش و آسایش به خوشی از عشق باشد، پس بهتر است که برهنگی خویش پوشانید و از خرمن محبت به جهان دور بیرون آید که بخندید ولی نه به خواندنهای خود، بگریید ولی نه با همه اشکای خویش. محبت تنها خود می‌دهد و از خود می‌گیرد. برایش بنده بودن و چیزی را بنده ساختن بیگانه است. زیرا محبت برای خویش بسنده است. هرگاه دوست داشتی مگو خداوند در دل من است، بهترش بگو من در قلب خداوندم. گمان مبر که برای روش محبت دست بالا شدن توانی، زیرا عشق اگر شما را شایسته نعمت خود یابد، خود راه و روش شما را تعیین می سازد. از این رو محبت جز کمال خویشتن آرزوی دیگری ندارد. هرگاه تو دوست داری ناچار باید رغبت‌های خاص خود را داشته باشی و اینها باشند: چون آب شود مانند جویبارهای باشد که نغمه خوش را به گوش شب رساند تا دردهای مهری بی پایان را بدانید. از دریافت محبت خویش مجروح شود و با شفق و شادی خودتان بریزید. هنگامی سپیده دم با قلب بال گرفته و پران بیدار شود و برای روز دیگری محبت سپاس بجا آرید. در نیمه روز بیاسایید و در وجد محبت به اندیشه فرو روید تا که شب هنگام با حق شناسی به خانه بازگردید و آنگاه نسبت به محبوب به نیایش در ترانه ستایش در لب به خواب روید. این جمله های زیبا را درباره محبت و عشق جبران خلیل جبران در کتاب خود بستان پیامبر آورده است که ما آن را پیشکش شما عزیزان گردانیدیم. به شما قرار می خواهیم با خرد بمانید.